دروغ به درد نمیخوره، تبلیغات علکی به درد نمیخوره. امروز ترامپ هایی پیدا شدن که میگن بیاین صلح ابراهیمی کنیم، اما اونا نمیدونن که ابراهیم کودک کش نبود، ابراهیم جنایت جنگی نکرد، ابراهیم زنان بی سرپناه رو نکشت، ابراهیم موشک بر سر بیماران در بیمارستان نریخت، ابراهیم جنایت نکرد. تو چه داری از ابراهیم که ادعای صلح ابراهیمی میکنی و همه مکاتب آسمانی رو میگی دور هم دیگر جمع بشیم؟ کو تسلیم ابراهیم، کو تفویض ابراهیم؟ همونطور که ابراهیم تسلیم الله بود در همه امور، حتی الله ازش خواست که بچت رو برای من قربان کن. اون لحظه ای که این پدر فرزند رو میخواست ذبح بکنه، معناش این بود که فرزندش دوست نداره؟ چرا؟ خیلی هم دوستش داره. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا